از چت جی پی تی خواستم برام فرمول لعاب بنویسه. خیلی وقت بود دلم می‌خواست از اکسیدها استفاده کنم و لعاب‌های بافتار و وینتج بسازم. اما چون هیچ تجربه‌ای نداشتم و نمیدونستم کدوم اکسید چه رنگ و بافتی میده، تصمیم گرفتم از چت جی پی تی کمک بگیرم. بهش چند تا عکس نشون دادم و گفتم که میتونی توضیح بدی لعابشون چجوری ساخته شده؟ نتیجهش خیلی هیجان انگیز بود، چون نه تنها داشت با دقت زیادی لعاب‌ها و درصداش رو توضیح میداد، درباره گل و نتیجه‌ای که لعاب‌ها روی گل‌های مختلف میدن هم بهم توضیح میداد. بعد گفت میخوای اکسیدا رو بهت کامل توضیح بدم؟ و اینطوری بود که یک کلاس لعاب پیشرفته برام گذاشت. بعد از اون رفتم و 3 اکسید مختلف برای شروع گرفتم و به چت جی پی تی گفتم من الان این اکسیدها و 3 لعاب مختلف دارم. میتونی بهم فرمول لعاب‌هایی که تم مینیمال و وینتج و در این حال فانتزی و خاص باشن بدی؟ من واقعا انتظار داشتم نهایت 2-3 فرمول ساده بده، ولی نزدیک 27-8 فرمول خیلی خفن بهم داد که حتی براشون اسمم گذاشته بود.